بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، حبيبنا وقدوتنا محمد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در درس دیگر از سلسله درس های تفسیر نور خدمت شما هستم. درس 74 که به حول قوه الهی آیاتی از سوره مبارکه البقره را با هم ابتدا میشنویم و سپس به شرح و تفسیر مختصر آن میپردازیم. موضوع درس ما امروز آیات 161 تا 164 سوره مبارکه البقره است. این آیات را ابتدا با تلاوت زیبا بشنویم و سپس به سراغ تفسیر و شرح آن پردازیم ان شاء الله. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بله بینندگان عزیز، همونطور که مستحضر هستید محورهای درس ما شامل این نکات خواهد بود. ابتدا تلاوت آیات بود که شنیدید. ترجمه آیات، هر آیه را ابتدا ترجمه روان خواهیم کرد، سپس به سراغ معانی کلمات مشکل اون آیه خواهیم رفت و بعد از اون به مفاهیم لغوی که در اون آیه نهفته هست میپردازیم و سپس به شرح و تفسیر اجمالی مجموعه اون آیات و در نهایت درس و عبرت‌ها را با هم مرور خواهیم کرد ان شاء الله تعالی. اول آیه که مد نظرمون بود آیه 161 و این آیات از ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعین. آیه 161 سوره مبارکه البقره. در این آیه الله سبحانه و تعالی می‌فرماید بیقین کسانی که کافر شدند و در حالی مردند که کافر بودند بر ایشان است لعنت الله و فرشتگان و مردمان همگی. ان الذين كفروا، به راستی کسانی که کافر شدند، و ماتوا و هم کفار، یعنی و مردند در حالی که کافر بودند. سپس فرمود اولئک علیهم، همیشان هستند که برایشان بر ایشان است لعنت الله والملائکة والناس اجمعین، بر ایشان است لعنت و نفرین الله و فرشتگان الهی و همه مردم. در این آیه چند کلمه شاید مد نظر باشد که مهمه. یکی کفرو یعنی کفر ورزیدند، ناسپاس شدند، منظور همون کافر شدند و از دین خدا روی گردانی کردند. منظور از کفر در اصل یعنی ناسپاسی، ناشکری و
به معنای اصطلاحی و واژه کفر به معنای خروج از طاعت و بندگی خداست. و ماتو یعنی و مردند، و هم کفار، این واو حالیه بهش میگن، یعنی به ایشان در حالی که کافر بودند. اولئک لفظ اشاره است، آنان، علیهم بر ایشان است، لعنت الله یعنی لعنت و نفرین الله، و همچنین ملائکه یعنی فرشتگان، و الناس اجمعین و همه مردم. حالا همه مردم ممکن است در این دنیا شامل باشد یا در آخرت، بحثی است که انشاءالله بهش میرسیم در شرح و تفسیر آن. آیه 162 خداوند عزوجل فرمود خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون، یعنی این کفاری که در حال کفرشون مردند، بر کفر مردند، بر ملت کفر مرده اند، در آن عذاب یا در آن لعنت جاویدانند و از آن عذاب تخفیف داده نمی شود و از آنان عذاب تخفیف داده نمی شود و نه هم ایشانند مهلت داده شدگان، و نه هم ایشانند مهلت داده شدگان، یعنی نه هم ایشان مهلت داده می شوند. لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون. ینظرون هم میتونه از نظر باشد به معنای نگاه کردن، یعنی بهشون توجه نمیشه، و هم میتونه به معنای انظار باشد، یعنی بهشون مهلت داده نمیشه تا اینکه از خودشون دفاع کنند، یا اینکه باز بگردن به این دنیا، یا اینکه برای خودشون فرصتی داشته باشند. سپس الله سبحانه و تعالی، معانی این آیات البته بسیار آسان است. یکی خالدین فیها هست، معنای همیشه در آن جاویدانند. حالا میتواند این جاویدانی و همیشگی در لعنت و نفرین الهی که در دنیا و آخرت استمرار دارد باشد، و میتواند در عذاب آخرت باشه که نتیجه همون لعن و نفرین و طرد از رحمت الهی است. لا یخفف عنهم یعنی از ایشان کم نمی شود. از کیا؟ از کفاری که در حال کفرشون از این دنیا رفته اند. العذاب یعنی عذاب و شکنجه آخرت که به لفظ معرفه، به حرف معرفه آمده است. العذاب وقتی اومد یعنی عذاب آخرت و عذاب الهی در جهنم، والعیاذ بالله. ولا هم ینظرون، نه هم ایشانند که مهلت داده می شوند. اگر از انظار بگیریم ینظرون، و هم می تواند به معنای نظر باشد که به معنای اینکه به آنها توجه نمی شود، نظر لطف نمی شود از جانب خداوند عزوجل، و هر دو معنای یکدیگر را تکمیل می کنند. سپس الله سبحانه و تعالی بعد از این دو آیه‌ای که درش تهدید و انذار هست به همه کفاری که بر کفر زندگی می کنند و هرگز به فکر به خود باز آمدن و راه حق و حقیقت را پیمودن نیستند، آیه‌ای از باب لطف و رحمت ذکر می کند و آنها را به ندای ربانی و پیوستن به قافله نجات یافتگان راهنمایی می کند. می فرماید و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. و الهکم اله واحد یعنی پروردگارتان خدای بر حق شما یک خداست، یک الله است، نیست معبودی به حق جز او. لا اله الا هو الرحمن الرحیم، نیست معبودی به حق جز او، او که رحمان و رحیم است، خداوندی که بسیار بخشنده و بسیار مهربان و پر لطف است. و این خطاب بعد از آیه ما قبل میخواهد کفار را به خودشون بر بگرداند که آنچه شما در این دنیا عبادت میکنید معبودان باطلی هستند و آن راهی که شما دارید راه باطلی است. پس بنابراین به خود بر بگردید که الهتان، پروردگارتان، معبودتان، خالقتان، آن که باید و شاید عبادت شود الله است، آن اله یکتایی که رحمان رحیم است. سپس این از باب وحی بود و ابلاغ این که خداوند عزوجل این را به شما ابلاغ می کند. حالا بعضی ها ممکن است از عهد رسالت دور باشند،
یا اینکه بخوان با قضیه از روی عقل و منطق خودشون برخورد بکنند، خداوند هم در این هم باز گذاشته و اونها را رهنمون کرده است که در این ملکوت و جهان آفرینش تفکر و تعقل بکنند و به خودشون بیاد. آیه بعد همین را میخواهد بگوید که آیه 164 الله سبحانه و تعالی فرمود ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. یعنی به راستی که در آفرینش آسمان ها و زمین، به راستی که در خلق و آفرینش آسمان ها و زمین و همچنین اختلاف شب و روز، اختلاف گردش شبان روز، اختلافشون در مدت زمان شب و روز، اختلاف در طولانی و کوتاه بودن، اختلاف در مطلع و مشرق و مغرب و الی آخره، و الفلک التي تجری فی البحر، و همچنین و در کشتی هایی که در دریا برای ایجاد منافع مردم در حرکتند، و همچنین ما انزل الله من السماء من ماء، و آن آبهایی که از آسمان الله سبحانه و تعالی از آسمان فرو می ریزد. و ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، و با اون آبها تا به وسیله آن آبها زمین را بعد از مرگش حیات بخشد، بعد از خشکسالی و بعد از زمستانی که همه چیز را با خودش خشک می کند، زمین را دوباره چیکار کند؟ حیات و زندگی بخشد. و همچنین و بث فیها من کل دابه، و در زمین هر نوع جانداری را قرار داد، پخش کرد، منتشر کرد. و تصریف الریاح، و گرداندن بادها، چرخش بادها، و تصریف الریاح، و همچنین و السحاب المسخر بین السماء والارض، و ابرهایی که میان آسمان و زمین مسخر شده اند، به وجود آمده اند، تا اینکه به امر خداوند عزوجل در هر جا که خداوند دستور دهد باران، و در هر جا خداوند دستور دهد سیل، و در هر جای دیگر طوفان، و در هر جای دیگر ممکن است تگرگ و برف و الی آخره نازل شود توسط اون ابرها. همه اینها زمین، ابرهایی که مسخر است میان آسمان و زمین، همه نشانه هایی هستند برای مردمی که بیاندیشند، برای مردمی که عقل داشته باشند و بیاندیشند و فکر کنند. مفاهیمی که در مجموعه این آیات چندگانه از آیه 161 تا 164 نهفته است، یکی اینکه خداوند عزوجل مجموعه این آیات را میخواهد اولا به قبح و زشتی کفر اشاره کند، و لذا فرمود ان الذين كفروا و ماتوا وهم كفار، آنهای کفر پیشه کردند، راه کفر را در انتخاب کردند برای زندگی و دنیایشان، و ماتوا وهم کفار، مردند در حالی که در حال کفر. اینها موجب لعن و نفرین الهی هستند و نه به محض کفرشان. نیا کنید ممکن است یک انسان کافر باشد ولی در اثر موعظه، نصیحت، پند، دعوت به اسلام مسلمان شود. این انسان ملعون نیست چون از کفرش بازگشته. اما خداوند عزوجل میخواهد بگوید که استمرار بر کفر به دلیل اینکه بی‌اعتنا باشد انسان، بی اهتمام باشد به راه خودش و دینش و تدینش و عبادتش، تا اینکه بر همون کفر از دنیا برود، این میشه چی؟ این انسان مستوجب و مستحق چی میشه؟ لعن و نفرین خداوند عزوجل و فرشتگان الهی
و همچنین همه مردمان در دنیا و آخرت می شود. حالا بعضی اعتراض گرفتند به این که یا نه اعتراض بلکه توضیح خواستن از این جمله که و الناس اجمعین، الناس اجمعین همه مردم که در این دنیا مؤمن نیستند که به خواست و مراد الله و فرشتگان الهی و همانند آنها از کفر بدشون بیاد. ملت های زیادی کافرند، بلی کافر هستند، ولی در آخرت از کفرشان چی میشن؟ پشیمان میشن. ولذا در قیامت هم داریم که حتی کفار ابراز حسرت و ندامت میکنند و از کفرشون باز میگردند و میخوان که کاش که میتوانستند دوباره به دنیا بر بگردند و حتی برای لحظه هم شده از توبه کنند از اون کفرشون و با ایمان از این دنیا بروند. ولذا اهل تفسیر میفرمایند که میگویند لعن و نفرین کردن شخص معینی از کفار جایز و روا نیست. این اتفاق البته درش خلاف هست، ولی اکثر فقها و علما و اسلامی بر این هستند که کافر مشخصی را، معینی را نمیشه لعن و نفرین کرد. اما به شکل عام اشکالی ندارد. اگر یک ملت کفر، یک قبیله کافر یا یک کشور کافر طغیان می کند، دشمنی می کند با دین خدا، میشه بر علیهشون دعا کرد. اللهم لعن کفره، اللهم خذهم اخذ عزیز مقتدر الی آخره. و این وارد هست در ادعیه نبوی و همچنین آثار صحابه و از جمله عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه. در ادامه بحثمون موضوعات مفاهیم لغوی و تفسیر و شرح آیات را ادامه خواهیم داد. با یه میان برنامه ادامه. بله بینندگان عزیز، با سلام مجدد. همینطور که عرض کردم خدمتون، علما و فقهای اسلامی بر این هستند که لعن کافر معین جایز و روا نیست، چون احتمال دارد که در حال ایمانش، در حال حیاتش به اسلام رو بیاورد و اهل ایمان شود. و همچنین که روایتی هست از رسول خدا صلی الله علیه و سلم که اهل معصیت را نهی کرده از اینکه مورد لعنت قرار بگیرند. در حدیث صحیحین آمده است که شخصی زیاد شراب استعمال میکرد، مینوشید و چند بار او را در حضور پیامبر صلی الله علیه و سلم آوردند و شلاق و تازیانه زدند. بعضی از کسانی که در این مجلس حاضر بودند گفتند لعنه الله ما اکثر ما یشرب، خداوند او را لعنت کند، چند بار او را چقدر این شراب می نوشد و چرا دست بر نمی دارد. از باب توبیخ و انذار و زجر بر این شخص. اما رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود لا تكونوا عونا للشیطان على اخیکم، لا تكونوا عونا للشیطان على اخیکم، یعنی کمککار شیطان بر علیه برادرتون نباشید. هرچی باشد این بچه مسلمانی که انسان مسلمانی است که شیطان گولش زده. حالا اگر شما در انظار مردم اینطور توبیخشون کردید، معناش اینه که چیکار میشه؟ آن جرأت پیدا میکند و راشو بیشتر ادامه میده و لجاجت به خرج میدهد. لذا از اینجا فهمیده میشود که اهل معصیت را نباید در انظار عمومی نصیحت و فضیحت کرد و اونها را کارشون را به رخشون کشید و اونها را رسوا کرد. بلکه بهتر است، بلکه باید هم همینطور باشد که در خلوت با اونها نشست و درست و با لطف و مهربانی اونها را نصیحت کرد تا اینکه دست از گناهشون و اشتباهشون بردارن.
لعنت خداوند وقتی در قرآن آمده است، لعن خدا به معنای طرد از رحمت الهی است. طرد از رحمت الهی است که این طرد و دوری از رحمت خداوند هم در دنیا میتونه باشه و هم در آخرت و هم میتونه هر دو رو شامل شود. ولذا انسان هایی که مشکل دارن در زندگیشون باید به خودشون بر بگردن و خودشون را علاج بکنن. اگر کسی در رزق و روزی موفق نیست، اگر کسی در زندگی زناشویی موفق نیست، اگر کسی در زندگی اجتماعیش موفق نیست، باید حتما خودش را بررسی بکنه. خداوند که رحمان رحیم هست و در رحمتش برای همه بندگان خوب بازه. خداوند هم دوست داره که انسان مؤمن و مسلمان موفق باشه. خداوند عزوجل هم اسباب کارها را فراهم کرده واسه همه انسان ها. به همه انسان ها عقل داده، شعور داده است، قوت داده، قوت اراده داده و اجازه انتخاب راه درست و راه نادرست رو داده. ولذا انسانی که همیشه دیگران را ملامت می کند و سرزنش می کنه، قبل از اون باید بر بگردد خودش را محاسبه کند کجای کارش اشکال دارد که خداوند عزوجل این گونه او را نگه داشته و زندگیش پر از مشکلات هست. به خودش بر بگرده، یا نسبت به پدر و مادر کم لطف است، یا نسبت به پروردگارش قبل از این کم لطفه و در او را نمیکوبد و از خداوند عزوجل نمیخواهد. به همه کس رو میاره جز خداوند عزوجل. به همه کس احسان میکند جز پدر و مادر، جز همسر و فرزندانش. به روی همه کس میخندد و در همه جا انسان خوبیه جز در میان زن و فرزندانش. ولذا باید به خودش بر بگرده و علاج مشکلات زندگیش رو از تصرفات و زندگی خودش در بیاره. اگر انسانی چنین کرد موفق میشه که بر نفس خودش، بر مشکلات خودش غلبه بکنه و انسان موفقی در زندگیش باشه، هم زندگی شخصیش، هم زندگی اجتماعیش، هم زندگی دینیش، هم زندگی دنیویش، هم در طبیعت جسم و جانش و هم به روح و روانش. به همه جوانب میتواند که بپردازد و موفق و مؤید باشه. و خداوند عزوجل کسی را بی سبب از رحمتش طرد و دور نمی کنه. لعن از فرشتگان و مردم، لعن فرشتگان به معنای نفرین و بددعایی است و همچنین از جانب مردم به معنای طلب کیفر و مجازات و زجر هست. و لذا استثنای این طرد و لعن در کتاب حق تعالی، این بحثی است که در آیه ما قبلش اومده بود و الان ما لازم نبود اون را زیاد توضیح بدیم. اما خداوند عزوجل که در مورد دعای قبل کفر و مردگان بر کفر را اینگونه توبیخ کرد با شناساندن خودش از دو راه بسیار قابل توجه، یکی وحی و دیگری عقل، یا بگیم نقل و عقل. نقل همون وحی هست و این بهترین و سالمترین راه برای رسیدن به حقیقت است. خداوند عزوجل هم برای اینکه بندگانشون گمراه نشند در میان انسانها پیامبرانی را از جنس خودشون انتخاب میکرد و به اونها وحی نازل میکرد تا اینکه با طریقه نقل وحی بر آنها رسالت خودش، دین خودش، آیین خودش که خدا پسند هست به بندگان که همانند پیامبران هستند در جسم و جانشان به آنها بفهماند که خدا از خداوند عزوجل از شما اینو میخواد، این گونه بندگی کنید او را، این گونه حمد و سپاس بگویید، این گونه نماز بخونید و روزه بگیرید و زکات بدهید، این گونه نسبت به همدیگه احسان و حسن و رفتار داشته باشید. ولذا این سالمترین راهی است که در طول تاریخ
دنیای بشریت از عهد آدم علیه السلام تا به امروز اونو ثابت کرده که انسانهایی که با اخلاص ایمان به پیامبران آوردند و پیامبران را قبول داشتند و به اونها احترام گذاشتند و سخنشون را پذیرفتند و بهشون اعتماد کردند، از عذاب خداوند در دنیا و آخرت نجات پیدا کردند. ولذا قرآن کریم میفرماید اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، ما را به راه راست هدایت کن، آن راه کسانی که بر آنها نعمت ارزانی داشتی. در سوره نساء تفسیر اهدنا الصراط الذین انعمت علیهم میفرماید انعم الله علیهم اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین و حسن اولئک رفیقا. پس کسانی که خداوند بر آنها نعمت ارزانی داشته است، ابتدا پیامبران، سپس تصدیق کنندگان، صدیقین کسانی که پیامبران را بیچون و چرا تصدیق می کنند، و همچنین شهدایی که در این راه انبیا و راه دین جان می سپارند، و همچنین نیکوکارانی که با صلاح نیت و صلاح عمل، یعنی با نیکوکاری درون و برون، میان چیکار میکنند؟ راه بندگی را در پیش میگیرند. خداوند عزوجل در یک آیه بسیار کوتاه همون نقل یا وحی خودش را معرفی فرمود و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. پروردگار شما ای انسان ها، همه مردم، ای جن ها و انس ها، همه تان، الهکم اله واحد، پروردگار شما اله یعنی معبود به حقتان، آن که شایسته عبادت است و بایست تنها او عبادت شود. پس بنابراین آن یکیست، یکتای بی همتاست. با دو صفت زیبا هم او را معرفی کرد تا راه توبه را به بندگان گناهکارش بنمایاند و بگوید که اگر راه کفر را در پیش گرفتید، مایوس نباشید که خداوند رحمان رحیم هست. الا و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. و همچنین در آیه ما بعدش سپس انسانها را به تعقل در ملکوت و عالم خلقت رهنمون فرمود تا ایمان بیاورند و یقین حاصل کنند. درس عبرت هایی که از این آیات می آموزیم ابتدا این است: کفر بزرگترین گناه است. بعد از کفر هیچ گناهی نیست، بعد از سیاهی رنگی نیست به قول معروف. لذا مردن در حال کفر انسان را موجب عذاب و لعن ابدی الله خواهد کرد. درس دوم اینه که انسان به محض کافر بودن نباید مورد لعن و نفرین قرار گیرد، زیرا مجال هدایت برای او باز است. درس سوم اینه که فرشتگان و مردمان مؤمن هم کفر را زشت میپندارند و بر مردگان کافر لعن میکنند. لعن به معنای این که در اینجا از رحمت خداوند در آخرت هم دور هستند. درس چهارم این است که برای کافران در آخرت عذاب ابدی و جاویدان هست و هیچ فرصت و مهلتی برای تخفیف عذاب یا تجدید عهد برای بازگشتشون به دنیا وجود ندارد. مسئله پنجم یا درس پنجم این است که اله و معبود بر حق یک است و او الله رحمان رحیم. و درس ششم این که راه شناخت الله بعد از وحی تعقل و تدبر است یا همون عقل است در ملکوت این دنیا که بهترین دلیل بر اثبات وجود خالق یکتاست. موفق و مؤید باشید. تا درس دیگر به خداوند یکتایی بی همتا و رحمان رحیم میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Mm-hmm.